در میدان استقلال شهر کیف که مرکز گردهمایی‌های نیروهای دموکراتی‌خواه اوکراین می باشد، 29 اپریل برخورد میان دو گروه رقیب به وقوع پیوست. گروه با نام دفاع از خود به اعضای گروه‌های ملتگرا اجازت نداد وارد میدان شوند. ملتگراها با هدف گرامی‌داشت قربانی‌های خشونت‌های سال روان به میدان آمده بودند، ولی مدافعان میدان تقاضا کردند که از اول ملتگراها نقاب‌هایشان را از روی‌هایشان بردارند. نظر به گزارش‌ها در برخورد گاز اشک‌آور و کلتک‌ها استفاده شده چندین تن مجروح گشته است. در پایتخت مولداوا شهر کیشینیو چاره‌بینی‌های عیدانه به مناسبت امضای سازش رفت آمد بدون روادید با اتحادیه اروپا دایر شد. سر از 28 اپریل شهروندان مولداوا برای سفر به کشورهای اتحادیه اروپا به گرفتن ویزا نیاز ندارند. در این جشنواره به 100 شهروند مولداوا بلیت بی پول سفر به یونان تقدیم شد. در سراسر عراق انتخابات عمومی آغاز یافت. برای تأمین امنیت چاره‌های علاوه‌ای قبول شده در بعضی گوشه‌های این کشور حرکت ماشین‌ها منع شده است. در این انتخابات سروزیر عراق نوری المالکی سعی دارد زمام قدرت را بار سیوم در دستش حفظ نماید. در شرق کابل تمرین نظامی با استفاده از نیروهای پیاده‌گرد، توپخانه و نیروهای هوایی دایر شد. وزارت مدافعه افغانستان میگوید در این رزمایش قدرت ارتش ملی افغان نمایش داده شد. در شهر پیشاور پاکستان برای روزنامه‌نگاران و نمایندگان حزب‌های سیاسی سمینار بخشیده به آزادی رسانه‌ها برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست درباره فشار روی مطبوعات در پاکستان و از جمله هدف تیر قرار گرفتن روزنامه‌نگار حمید میر حرف زدند. همچنان روزنامه‌نگاران شکایت داشتند که حکومت رسانه‌های گیا و جنگ را تحت فشار قرار داده است. به قول آنها وزارت مدافعه پاکستان از حکومت این کشور طلب کرده است که فعالیت رسانه‌های مذکور را منع کند.